امروز ملا حسنی غم داره چون نماینده مقام مزمعی که اون خودش عذری بدجوری وضع اوضاع داره. اصلا میخواه اعضای عمومی اعلام کنه. اعضای عمومی چی؟ یعنی تعطیل نیستی، میری سر کار اما اوقات تلخه. چرا؟ اول از اون یعنی قبل از اینکه هنوز اونdan sonra میشه ها، مال انتخابات بودی چی شستجی و رفتجی داشتی بین اصولگرا. من خودم اصولگرای ها، اما اون کاندیداها با هم اختلاف زدی، مقام میزبانه خراب کرده. اصلا چرا مقام میزبان وارد انتخابات شدی با پای چپ؟ اول گفتی که زود تمام میشی، مثل آمبول میمانه. هرچه کمتر بهش بیشتر فکر میکنی بیشتر دردش کمتر میشه. اما الان میگی غلط کردم. اصلا انتخابات به ما نیامده. شاعر اصولگرا میفرماید که کبودر با کبودر باس با باس، شکر خورده گمان کرده مرباس. بس ایزه تو اونجا نگاه میکنی منم متلک میاندازه، خجالت بچه آنسانم با بامباتسا میزنم توی پس کلت که مثل گوسفند پارس میکنه. هنوز از انتخابات فارغ نشده، اوزگویلو افتاده روی زمین ویلپنز گرفته بدبختی بره ما. ویلپنز الان من خودم نمیدانه چی مریضی، اما هرچی خیلی بده، از ارتحالم بدتره، هم درد داره هم میسوزانه. گفتم خوش به حالت امام ارتحال گرفت مرد دیجی، ویلپنزی نگرفت. الان مقام ما در مصر بدبخته داره، سوریه بدبخته داره، عراق اون قبلور، بعد اون کشتی راننه ترهم کرده، تلویزیون uzmanı اون برستیوی میکنه، اونه میبنده، محوله را قطع کرده. اون محوله چه اسمش؟ اون چه؟ اوتل زده، عرب زده، عجم زده، همه زده. مقام uzmanı همه زده. آخه تو که برستیوینی میبنده بدبخت بنوا، ایا تلویزیون درست حسابلق داشتیم چه کار میکرده؟ دیدی ماتی چیش شدی استکبار؟ گنمت لال شدی. بس ایزی گدوخ از جلو چشمم کر شد. تو همانه چی سرما خورده بودی بدبختی بنوا، دماغت آبریزش کرده، رفتی کلت و گرگونه کرده که چکه نمیکنه. آخه بدبختی بنوای اون بود، گرگونه مال 50 سال پیش الان علم پیشرفت کرده ایزوگام میکنه. بسه اصلا تو زهلم گت پیش بمیر که به محیط زیست هم خوب باشه. خلاصه انشالله بدبختی مقام مزمع حل میشه. آقای روحانی سفرهای استانه شروع میکنه، با هواپیمای دوبلوف میری که حتما سرنگون میشه، مرده میشه، دنبه آقای هاشمی چیده میشه. خیلی مقبون که به ارائیزم تحمل کردید، موقت باشید.